الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 62 از آموزش کلمة التوحید، كلمة التقوى، عروة الوثقى، كلمة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. و البته در حلقه های گذشته به شما در بیان مسائل شرط صحت پنجم لا اله الا الله سخنها کرده شد، معنیش لغتا و اصطلاحا و بسیار مسائلی که تعلق به شرط پنجم صحت لا اله الا الله که محبت است تعلق دارد بیان گشته شد. و اما در این حلقه باذن الله بعض از دیگر مسائل به مانند لوازمات محبت الله ذکر کرده می شد. یعنی محبت الله به خودش چیزهای لازمی را دارد که با همین چیزهای لازمی فهمیده می شود که محبت الله درست به جا آمده است و صحیح است، سالم است. وقتی که محبت الله به وجود آمد باید 4 چیز دیگر به وجود آید. اولینش طاعت الله، اطاعت الله، عبادت الله، توحید الله و ترک شرک به وجود آید. عبادت کردن یگانه الله باید به وجود آید. ذل و خاری و پایبند بودن به امر الله، طلب فضل را از الله کردن، طلب رضاگی الله کردن، الله را یگانه در عبادت قصد کردن، امید الله کردن، بازگشتن به سوی الله و ترسیدن از الله. چگونه که ابن تیمیه رحمه الله میگن تعصی الاله و انت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. عصیان و عصمت را به معبودت انجام میدهی و باز تو ادعا میکنی که محبت بر الله داری و این به نهایت یک قیاسی است که ناممکن است. اگر حبت صادق به الله باشد حتما باید الله را اطاعت میکردی، زیرا که هر یک محب بر کسی که عشق محبت دارد اطاعت کننده و مطیع است. پس از لوازمات محبت الله، از چیزهای ضروریه که در محبت الله همیشه با محبت الله باید باشد، چیزهای ضروری لازمی هست، لوازم محبت الله میگن علما. این یکمینش طاعت الله، توحید، یگانه شمردن الله و ترک شرک است. و دومینش محبت ما یحب الله، محبت آن چیزی که الله همون را دوست می‌دارد، از عملها، از چیزهای معین و از دین، از توحید، محبت رسول الله، محبت اسلام، محبت دین، محبت توحید، محبت آن بندگانی که الله اونها را دوست می‌دارد، یعنی محبت بندگان مؤمنین، محبت بنده های الله که مؤمنین هستند و بعد دیدن آن چیزی که الله بد می‌بیند از دشمن های الله و از چیزهایی که اونها را بد دیده است و حرام قرار داده است و از بد دیدن و عداوت داشتن و بغض داشتن در مسئله کفر و شرک و بد دیدن کافران و مشرکان. این دومین چیزی ضروریه که همیشه باید با همراهی محبت الله باشد. کسی که در حقیقت الله را دوست دارد باید چیزهایی که الله دوست می‌دارد از عمل، از سخن، از چیزها، و بعد بیند همه اون چیزهایی که الله بد دیده است و بغض دارد و دشمنی بکند به آنها از کفر و شرک و کافران و مشرکان.
و سومین چیزی که از لوازم محبت الله هست و همیشه با همراه محبت الله باید باشد، این پیرو شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اتباع رسول الله و تسلیم شدن به رسول الله و پابرجا بودن به عمل، یعنی به عمل پابرجا بودن به گفته های رسول الله، سنت های رسول الله، امرهای رسول الله کرده رو قبول کردن و عمل نمودن، قبول کردن دین رسول الله. هر کسی که به عمل پابرجا نمی شود، دین رو عملا انجام نمی دهد و ملتزم به شریعت الله نمی کند و سرخم نمی کند به امرهای رسول الله صلی الله علیه و و عمل به توحید نمی کند، عمل به فرائض نمی کند و به مبنای اسلام عمل نمی کند، داند که محبتش محبت دروغین است، محبتش محبت کاذبه است. الله سبحانه و تعالی خودش این مسئله رو بیان می کند و یک قاعده بزرگی رو می گذارد، می گوید این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله می گوید ای محمد بگو، قل بگو با این مؤمنان که اگر به مؤمن، به کافر، به مشرک، به همه بگو که اگر شما الله را دوست بدارید، به من متابعت و پیروی نمایید، الله شما را دوست می‌دارد. اما اگر شما فقط الله را دوست دارید و به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نکنید، دوست ندارید، گفته‌هایش را انقیاد و موقن و با عمل انجام ندهید، اطاعتش نکنید، الله شما را دوست نمی‌دارد. دوست داشتن شما الله را فایده ندارد. همان وقت این دوستداری شما الله را فایده می‌بخشد که الله هم شما را دوست دارد و الله همان وقت شما را دوست می‌دارد که پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید. چهارمین چیزی که از لوازم محبت الله هست، این الولاء و البراء هست، کله بالاترین دین. الولاء و البراء که از اصل دین است. یعنی الولاء و البراء این که به مؤمنین موالات کنید، دوستی بکنید. یعنی ولا و برا، یعنی ولا همین است که به قلبتون دوست بدارید و به جسمتون مؤمنین را نصرت بدهید. موالات همین معنا را دارد، مؤمنین را موالات بکنید، یعنی مؤمنین را به قلبتون دوست دارید و عملا اونها را نصرت بدهید. مؤمنین را موالات بکنید، نصرتشان بدهید، دوست بدارید و نصیحتشان بکنید، کمکشان بکنید و با دشمنان، یعنی با کافران دشمنی بکنید، بیزاری جویید و اونها را بد ببینید و بغض و عداوت نسبت اونها داشته باشید و ضد اونها جهاد بکنید. پس الله سبحانه و تعالی وصف میکند کسانی را که اونها را دوست دارد و این انسانها را هم الله را دوست دارد. یعنی وصف میکند شخصانی که الله همون شخصان را دوست دارد و همون شخصان الله را دوست دارند. وصف اونها این است که عزت بر بالای کافران دارند، ذلت و تواضع و خاکساری نسبت مؤمنان دارند. مؤمنانی که الله همون مؤمنان را دوست دارد و اینها هم الله را دوست دارند، صفت دارند. صفتشون همین که در بالای کافرها عزیزند، اما در بالای مؤمنان خاکسار و متواضعند. پس دشمنی کردن به کافران، ضد اونها جنگیدن، این یک چیزی لازمی و ضروریه که باید همیشه با همراهی محبت الله و رضایتش به وجود آمده باشد. وقتی که یکی از این چهار چیزی ترک شده، ذکر شده، یکی از این چهار چیزی ذکر شده، اطاعت الله، توحید و ترک شرک و بد دیدنش. دومین محبت آن چیزی که الله دوست می دارد و بد دیدن آن چیزی که الله بد می بیند از کفر و شرک. سومینش پیرو شدن به رسول الله صلی الله علیه و اتباع رسول الله. چهارمینش الولاء و البراء. این چیزهایی که همیشه با همراهی محبت الله می آید و این از لوازمات است. وقتی که یکی از این چهار چیز یکی اش تر شد، دانید که محبت الله که شما میگید درست نیست، نابود می شود. پس این چهار چیزی، اموری
چهارگانه از چیزهای لازمی محبت الله است. محبت تعبدی که ما گفتیم. البته ما محبت رو به چند قسم در حلقه گذشته تقسیم کردیم: محبت عادی، محبت تعبدی، محبت لزومی، محبت شرکی و محبت حرام. 5 محبت. محبت تعبدی که این انجام دادنش برای من شما واجب است، فرض عین است. همین محبت تعبدی همان وقت با وجود میاد که این 4 چیزی ذکر شده را: اطاعت الله، دوست داشتن چیزی که الله دوست می‌دارد، بعد دیدن چیزی که الله بد می‌بیند. سومینش این پیروی شدن رسول الله. چهارمینش ولا و برا. وقتی که این 4 چیز رو انجام دادید، بعد محبت الله تعبدی به وجود میاد. هر کسی که این 4 چیزی ذکر شده رو رد کرد یا مخالف برآمد، پس البته به کفر واقع شده است. و محبت به انسان فایده نمی بخشد تا همان زمانی که این 4 چیزهای ذکر شده از لوازمات محبت را انسان به جا بیاورد. البته ابن تیمیه رحمه الله میگن فکل من ادعى انه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب. و این سخنشون در مجموعه الفتاوا مجله 8 صفحه 360 وجود دارد. میگن همه انسانی که هر انسانی که دعوا بکند که وی الله را دوست می‌دارد اما پیروی رسول الله را نکند، به تحقیق دروغ گفته است. این محبتش دروغ است. ابن القیم الجوزی هم در مدارج السالکین میگن و اذا كانت المحبه له هي حقيقه عبوديه وسرها فهي انما تتحقق باتباع امره واجتناب نهيه فعند الاتباع تثبت حقيقه العبوديه والمحبه فانتفاع المتابعه ملزوم لانتفاء المحبه الله. یعنی اگر در انسان محبت حقیقی باشد، البته محبت میگن محبت حقیقی عبودی که عبادتی انجام داده شد، سرش این است که همان وقت همین محبت تعبدی به وجود می آید و سرش این است که پیروی رسول الله به وجود آید. اتباع رسول الله، پیرو شدن به امرهایش و اجتناب کردن و بازداشتن نفس از نهی کرده رسول الله انسان را به محبت تعبدی حقیقی میرساند. پس زمانی که انسان پیروی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرد و اتباع ثابت شد، حقیقت عبودیت در محبت به وجود آمد. زمانی که پیروی رسول الله نابود شد، زمانی که انسان پیروی رسول الله را ترک کرد، پیروی رسول الله نکرد، در این وقت محبت الله، محبت تعبدی نابود میگردد. پس ناممکن است که محبت الله به وجود آید در حالتی که انسان پیروی رسول الله نباشد. پس ببینید همه کسانی که ادعا دارند که ما الله را دوست می‌داریم اما سنت رسول الله را ترک میکنند، پیرو نمیشوند، وقتی که سنت صحیح را میگوید قبول نمیکنند، از علمانی و لیبریلی و دموکراسی و مرتدان و منافقان و حزبیان، همه اشان این دعوایی که دعوای محبت الله را میکنند دروغ است. همان وقت دعوای محبت الله قبول میگردد و راست است و صحیح است و صادق است که انسان پیروی رسول الله بکند. پیروی رسول الله کردن چیست؟ یعنی حدیث هایی که از رسول الله نقل شده است قبول بکند، عملش موافق رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، گفته های رسول الله باشد. انمین محبتش محبت قبول است. و ابن القیم الجوزی میگن دل ان متابعه الرسول هي حب الله و رسوله و طاعت امره. دلالت میکند، دلیل ها بر این که پیرو شدن و متابعت کردن رسول الله انمین دوست داشتن الله، محبت الله است و رسول است و اطاعت امر الله است. ابن رجب حنبلی در فتح الباری، خیلی که در حلقه های گذشته گفتیم، سخنی بینوایت زیبایی را میگند علامتی از همه پیش بودن محبت رسول الله، از همه زیاد بودن محبت رسول الله در انسان همین است که وقتی که سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، امرش و نهیش با سخن کسی یا با امر کسی در نزد یک انسان تعارض آمد. مثلا بعضی انسان ها هستند که سخن رسول الله گفته است که
ریش بماند، حجاب بکنید. این سخن رسول الله است. موحد باشد. اما سخن شیخ، سخن یک پادشاه ظالم، سخن یک مرتد میگوید که ریش نمانید، حجاب نبندید، نماز نخوانید. انسان اگر سنت رسول الله، سخن رسول الله را قبول کند، از دیگر سخنها پیش داند، در حالت تعارض سخن رسول الله، سخن کسی به سخن رسول الله تعارض شد، در این حالت سخن رسول الله را بگیرد، سنت رسول الله را بگیرد، انمین نشان دهنده محبت است. اما در حالت تعارض سخن رسول الله به سخن دیگران، سخن دیگران به سخن رسول الله، سخن رسول الله را ترک کند، سخن غیر رسول الله را بگیرد، در این حالت محبتش محبت دروغین است و کاذب است. پس در این مسئله البته ما سخنهای بسیاری از علما را در حلقه‌های گذشته، از سخنهای علمای اهل سنت به مانند ابن کثیر، ابن رجب در کتاب توحید و غیر از این دیگر از علما ذکر نمودیم. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر رو به شما بیان میکنیم که علما میگن در شرط توحید چیزی دیگری داخل می شود. در درون شرط توحید، یعنی در درون شرط محبت، یعنی در درون شرط محبت داخل می شود کفر بر طاغوت و کافر شمردن مرتدین، تکفیر کردن مرتدین. یعنی ما زمانی که میگوییم محبت این شرط صحت لا اله الا الله هست، در درون محبت این 4 چیزی ذکر کرده ایم ما که در بالا گذشت: اطاعت الله، محبت الله و محبت اونسی که الله دوست می دارد، اطاعت رسول الله، ولا و برا، در درون این محبت وجود دارد. زمانی که ما محبت شرط صحت لا اله الا الله میگیم، باید دانید که در درون همین محبت کفر بر طاغوت و تکفیر کردن مرتدین وجود دارد و داخل است. کفر بر طاغوت و تکفیر کردن مشرکین داخل محبت، داخل محبتی که شرط صحت لا اله الا الله است. امام دعوت السلفیه امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگویند: و من زعم ان الله لم يتعبدنا بتكفير المرتدين ولن يسألنا عنهم ولا عن تكفير من وقع في الشرك من أهل لا إله إلا الله فقد أعظم على الله الفرية. سبحان الله. شیخ محمد بن عبدالوهاب میگن هر کسی که ادعا بکند و بگوید که الله سبحانه و تعالی ما را به تکفیر مرتدین امر نکرده است، به تکفیر کردن کافران مرتدان امر نکرده است و ما الله را به این تکفیر کردن عبادت نمی کنیم و این عبادت نیست بگوید و ادعا بکند که الله در روز قیامت ما را از تکفیر، از مسئله تکفیر کردن مشرکین، از مسئله تکفیر کردن کسانی که از اهل لا اله الا الله به شرک واقع شدن نمی پرسد. یعنی ادعا بکند که این مسئله تکفیر کردن مسئله عادی است، این مسئله عبادت نیست، این مسئله نیست که الله ما رو به این امر کرده باشد، این مسئله نیست که الله ما رو در روز قیامت بپرسد. مشرکان رو تکفیر کردن فرقی ندارد. این مسئله رو ما به یک طرف میگذاریم، دین دیگر چیز است. بگفته کسی ادعا بکند داند که میگن به تحقیق به حق الله بزرگترین تهمت را انجام داده است. سبحان الله. مفهوم مخالفه این سخن شیخ محمد الوهاب این است که الله ما را امر کرده است به تکفیر کردن مرتدین و این عبادت است. تکفیر کردن مرتدین، تکفیر کردن مشرکین، این عبادت است و الله در روز قیامت ما را از تکفیر میپرسد که آیا کافران را تکفیر کردیم یا نکردیم، یا مشرکانی که از اهل لا اله الا الله بودند و مشرک شدند و مرتد شدند آیا تکفیر کردیم یا نکردیم. الله حتما میپرسد. باید مشرکین را، مرتدین را تکفیر بکنیم. و البته در این مسئله شیخ محمد الوهاب یک رساله بینوایت نفیس و خوبی را هم در همین باب نوشتند که مفید المستفید است. بارک الله فیکم. و البته ما سخن را در مسئله کفر بر طاغوت در زیر کلاممون در کفر بر طاغوت، یعنی در رکن اولی لا اله الا الله که این نفی است صحبت کردیم. در زیر رکن اولی لا اله الا الله در مسئله کفر بر طاغوت صحبت کردیم و شرط نیست که بار دیگر در این مسئله صحبت بکنیم.
پس بدانید که محبت، یعنی مسئله دیگر این است که محبت این از صفتهای الله است. محبت این صفته از صفتهای الله سبحانه و تعالی است. الله عز و جل یحب و یحب، علما میگند یحبهم و یحبونه. الله دوست می‌دارد مؤمنان را و الله را مؤمنان دوست می‌دارند. الله ذاتی است که دوست می‌دارد و دوست داشته می‌شود. چخیلی که در سوره مائده آیه 54 آمده است یحبهم، الله مؤمنان را دوست می‌دارد و یحبونه، و مؤمنان الله را دوست می‌دارند. اینچون در سوره بقره آیه 222 آمده است که الله میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله البته توبه کنندگان را دوست می‌دارد و این چنین متطهرین و پاکان را که خود را پاک میکنند و میگردند اونها را دوست می‌دارد. بارک الله فیکم. پس مسئله دیگر اینجاست که حکم محبت چیست؟ منزلت و اهمیت و درجه محبت و داخل شدن محبت در عبادت و اسلام چیست؟ بدانید که تمام عبادت هایی که در شریعت اسلام آمده است همه اش قائم می شود بر محبت. تمام عبادت ها قائم می شود بر محبت. برای همین است که الله سبحانه و تعالی محبت را، اهل محبت حقیقی را، اهل توحیدی که محبت الله و رسولش را دارند ثنا خوانده است. و هر کسی که به همین محبت صحیح و درست وصل شده است و محبت صحیح درست را پیدا میکند، الله سبحانه و تعالی و رسولش این بنده را ثنا گفتند. و محبت این یکی از رکنهای عبادت است که این تذلل و المحبت است. رکن عبادت دانید که خوف، رجا، محبت. رکنهای عبادت خوف، رجا، محبت. عبادتی که خوف ندارد یا محبت ندارد یا که رجا ندارد، این عبادت البته کمبودی دارد. هر یک عبادت شرط دارد و رکن دارد. شرط های عبادت، در همه عبادت شرطش اخلاص و متابعت است. خیلی که سخنی فضیل ابن عیاض را ما در حلقه گفتیم، هر عملی که اخلاص نداشته باشد و ثواب نداشته باشد، پیروی رسول الله نداشته باشد، این عمل باطل است. همون عمل قبول است که اخلاص و متابعت داشته باشد. این شرط عبادت است. اما رکنهای عبادت این چی است؟ محبت، خوف و رجا که باید در انسان وجود داشته باشد. برای ابن تیمیه را میگن هر کسی که الله را به خوف، فقط به خوف عبادت کرد، این حروری شد. هر کسی که به رجا کرد، این به یک فرقه ضال دیگر مانند شد. و هر کسی که الله را فقط به محبت عبادت کرد، این زندق شد. باید هر سه این رکن جمع بشود. و محبت این یکی از بزرگترین عبادت است که قلب انسان را بر حرکت می‌دارد. با همراهی خوف و رجا، محبت باید خوف و رجا را هم در پهلوش همیشه داشته باشد. اما صوفی ها خوف رو یک طرف گذاشتند، امید رو یک طرف گذاشتند، فقط محبت کردند و گفتند من از دوزخت نمی ترسم، امید به رحمت تو هم ندارم، فقط دیدار تو رو میخوام، من فقط تو را دوست دارم. همچنین غزل ها در صوفیا وجود دارد که البته در این حلقه های آینده در مسئله بیان عقیده صوفیا به شما بیان میکنیم. برای همین وقتی که محبت یکی از رکن عبادت شد، منزله و درجتش بینهایت بالا رفت، اهمیتش در نزد اسلام بینهایت بزرگ است، به تمام عبادت محبت داخل می شود، رکن همه عبادت هاست. از همین جهت می بینیم که اصل شرک به الله هم انمین شرک قرار دادن به همراهی الله در محبت بود. ببینید اصل شرک به الله الاشراک، یعنی شرک قرار دادن به همراهی الله در محبت است. ابن تیمیه رحمه الله در تحفة العراقیه میگویند محبت الله و رسوله من اعظم واجبات الایمان و اکبر اصوله. یعنی محبت الله و رسولش، دوست داشتن الله و رسولش از بزرگترین
اعظمترین واجبات ایمانی است و از بزرگترین اصول و اصل کل عمل از عملها و ایمان و دین است. و اصل کل عمل من الاعمال الایمان و الدین، یعنی محبت، دوست داشتن، اصل تمام عمل از عملهای ایمان و دین است. فالعبادة تتضمن كمال الحب و نهایته و کمال الذل و نهایته. پس عبادت در برگیرنده کمال حب است و نهایتش و کمال ذل و نهایتش است. یعنی عبادت این در برگیرنده کمال محبت و درجه بالاترین محبت است و کمال ذل و خاکساری و حقیر دانستن بنده در نزد الله و نهایتش است. و ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین میگویند: لو بطلت المسألة المحبة لبطلت جمیع مقامات الایمان والاحسان. اگر مسئله محبت در انسان باطل شود و نابود شود یا که فساد شود، تمام جمیع مقام های ایمان، شعبه های ایمان و احسان نابود می شود. و نسبتها الى الاعمال كنسبة الاخلاص الیها، بل هي حقیقة الاخلاص، بل هي نفس الاسلام. یعنی محبت نسبتش به عملها، نسبت محبت به عملها به مانند نسبت اخلاص به عمل است. یعنی وقتی که عمل به اخلاص است قبول نمی گردد، این چنین عمل به محبت باشد قبول نمی گردد. بلکه میگن محبت این حقیقت اخلاص است، از اخلاص هم بالاتر است، حقیقت اخلاص است. بلکه محبت این نفس اسلام است، عین اسلام است. محبت این تسلیم شدن به الله و رسولش و دینش با ذل و ذلیلی و خاکساری و حب و طاعت است. هر کسی که محبت ندارد، یعنی محبت الله ندارد، محبت دین ندارد، محبت توحید ندارد، محبت موحدین ندارد، محبت رسول الله ندارد، ولا و برا ندارد، محبت چیزهای الله دوست داشته را، محبت تعبدی و محبت لزومی ندارد، این اصلا اسلام ندارد. لا اسلام له. البته اسلام اصلا میگن البته که اسلام ندارد، بلکه میگن محبت این حقیقت شهادت لا اله الا الله است. سبحان الله. پس این در حقیقت کلامی بزرگ است و این چون از سخنهای ابن القیم الجوزی که پیش گذشت استفاده کرده می شود که مسئله، یعنی محبت، مسئله محبت یا که محبت این علاقه بزرگ به الوهیت دارد و به عبادت دارد و به اسلام و دین و مکانت و منزلتش دارد. بارک الله فیکم. پس محبت الله به نهایت اهمیت بزرگی دارد در نزد مردم، در نزد مؤمنان، مسلمانان، و همه مردم حاجت به این محبت دارند. سخت‌ترین حاجتی که مردم به همین حاجت دارند این محبت الله است. از دیگر چیزها دیده حاجتشون به این چیز زیادتر است. به مانند یک انسان تشنه به آب است. کسی که محبت ندارد انسانی که تشنه است و حلقش از تشنگی می سوزد. پس اهمیت محبت از جای دیگر به ما روشن می شود که ببینید محبت اینقدر درجه و مکانت و اهمیت دارد که شرط صحت کلمه توحید است. از این هم بالاتر محبت این معنای عبادت است. عبادتی که کمال ذل و محبت رو با همراه خود دارد. محبت این یکی از معنای اله است. آنه که علما میگن این محبوب است. یعنی از اینجا فهمیده میشد که محبت اهمیت به نهایت زیاد دارد، درجه اش بالا است، اهمیت شدید و سخت دارد. زیرا که کلمه لا اله الا الله همان وقت قبول میشد که محبت به وجود آید. وقتی که محبت نآمد پس کلمه لا اله الا الله صحیح نیست. شرط صحت کلمه توحید محبت است. سبحان الله. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده با باقی مانده از مسئله ها در مسئله محبت
صحبت خواهیم کرد. و البته والله اعلم مسئله دیگر در حلقه آینده این است که آیا خوف الله، ترس از الله از شرط لا اله الا الله هست یا نیست. البته در این مسئله در حلقه آینده صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله می طلبیم که حقیقت محبتش را و محبت آن چیزی که دوست می دارد و بعد دیدن آن چیزی که بد می بیند و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را و الولاء والبراء را